تا حالا فکر کردین یه شعر چقدر میتونه قدرتمند باشه؟ اونقدر که یه پادشاه رو مجبور کنه تاج و تختش رو ول کنه و با عجله بدوه سمت خونه. خب ما میخوایم برگردیم به بیش از 1000 سال پیش تا داستان همچین شعر شگفت‌انگیزی رو با هم ببینیم. همه چیز از همین چند کلمه ساده ولی پر از احساس شروع میشه. این شعر مال رودکی، شاعر بزرگ قرن دهم. سوال اصلی همینه. چطور ممکنه چند بیت شعر اینجوری غوغا بپا کنه و یه پادشاه رو کاری کنه که حتی یادش بره کفشاش رو بپوشه و از قصر بزنه بیرون؟ این خود قلب این افسانه باور نکردنیه. خب برای اینکه بفهمیم قدرت این شعر از کجا میاد، اول باید بریم ببینیم اوضاع از چه قرار بوده. باید بریم به دربار سامانیان توی هرات و ببینیم اصلا چه مشکلی پیش اومده بوده که فقط هنر از پس حل کردنش برمی اومده. داستان از اینجا شروع میشه که پادشاه سامانی امیر نصر رفته بوده هرات و حسابی عاشق آب و هوا و میوه‌های اونجا شده بود. هرات خیلی هم از پایتختش یعنی بخارا دور بود. اونم نه یه روز 2 روز 4 سال تمام اونجا موندگار شد. فصلها می اومدن و میرفتن ولی امیر انگار نه انگار با هیچ حرف و منطقی هم راضی نمیشد که برگرده. اما خب از اون طرف درباریان و سربازاش دیگه حسابی کلافه شده بودن. شدیداً دلشون برای بخارا، برای خونه و خونواده هاشون تنگ شده بود و دیگه طاقتشون داشت تموم میشد. اینجا بود که دیگه هر راهی رو رفته بودن و به در بسته خورده بودن. درباری‌های ناامید رفتن سراغ آخرین امیدشون. تنها کسی که شاید میتونست یه کاری بکنه. اون یه نفر کسی نبود جز استاد بزرگ شعر و موزیکی رودکی، مردی که با اینکه نابینا بود اما عمق ماجرا رو خیلی بهتر از بقیه میدید. درباریان بهش یه ثروت کلان پیشنهاد دادن و ازش خواستن یه کاری بکنه. اونها میدونستن که با حرف و منطق نمیشه پادشاه رو راضی کرد، اما شاید جادوی هنر از پسش بر بیاد. رودکی هم این وظیفه سخت رو قبول کرد. اون خیلی خوب میدونست که نباید به پادشاه دستور بده. فقط کافی بود یه چیزی رو به یادش بیاره، اینکه چه چیز با ارزشی رو داره از دست میده. ببینید چقدر هوشمندانه شروع میکنه. میاد یه خاطره بظاهر سخت، یعنی راه رفتن روی شنهای زبر و خشن کنار رودخونه آمو رو برمیداره و تبدیلش میکنه به یه حس فوق‌العاده لطیف، انگار که داری روی حریر راه میری. بعدش هم مستقیم میره سراغ خود پادشاه. یه تصویر فوق‌العاده زیبا میسازه که هیچ جوری نمیشه در برابرش مقاومت کرد. میگه پادشاه مثل ماهه و بخارا آسمون اون ماهه. خب ماه که بالاخره باید به آسمونش برگرده مگه نه؟ افسانه اینجوری میگه که همینطور که رودکی داشت با چنگش این شعر رو میخوند، پادشاه لحظه به لحظه بیشتر غرق دلتنگی میشد. کار به جایی رسید که یهو بدون اینکه یک کلمه حرف بزنه از روی تختش پرید، سوار اسبش شد و حتی منتظر نموند کفشش رو پاش کنه و یک نفس تا خود بخار را تاخت. اما فکر نکنید داستان همینجا تموم میشه ها. نه، این تازه شروع ماجرا بود. بازگشت پادشاه در واقع شروعی بود برای میراث شگفت‌انگیز این شعر. این شعر هیچ وقت فراموش نشد. داستانش توی کتاب مهمی مثل 4 مقاله ثبت شد. قرنها بعد به شاعرای بزرگ دیگه الهام داد و همینطور توی تاریخ تکرار شد تا اینکه امروز به یکی از ستونهای اصلی فرهنگ ما تبدیل شده. حتی خواننده‌های بزرگی مثل بنان و مرضیه هم اون رو به زیبایی اجرا کردن. 400 سال بعد از رودکی، حتی شاعر بزرگی مثل حافظ هم توی یکی از غزلهاش به این شعر ادای احترام میکنه. این خودش نشون میده که جذابیت این شعر زمان و مکان نمیشناسه و جایگاهش توی تاریخ ادبیات ما چقدر محکمه. خب حرف آخر چیه؟ این داستان 1100 ساله به ما نشون میده که هنر یه قدرتی داره که خیلی وقتا از حرف و منطق قوی‌تر عمل میکنه. قدرتی که میتونه مستقیم به عمیق‌ترین و مشترک‌ترین احساس ما آدما دست بزنه. یعنی همون حس دلتنگی و تعلق به جایی به اسم خونه. و این ما رو با یه سوال تنها میذاره. برای شما اون بو، اون صدا یا اون منظره ساده‌ای که همون قدرت باور نکردنی رو داره و شما رو پرت میکنه به حس خوب خونه چیه؟